سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم چه منابعی ویتامین B داره. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. میتونه موجب کاهش استرس و تقویت روحیه بشه. میتونه افسردگی و اضطراب رو کنترل کنه. ویتامین B برای مغز، سیستم عصبی، قلب و عضلات مفیده. منابع ویتامین B راجع به خصوص پسته، غلات کامل، عدس، غلات غنی شده، تخم مرغ، دانه‌ها، ماهی و تن ماهی، ارده، لوبیاها. B2 به تجزیه غذا، پروتئین، چربی، کربوهیدرات کمک میکنه. همچنین انرژی بدن را تامین و سلامت کبد را حفظ میکنه. بهترین منابع ویتامین B2: تخم مرغ، محصولات لبنی، آووکادو، غلات غنی شده، نخود فرنگی، قارچ، آجیل، کدو تنبر، سیب زمینی شیرین، غلات کامل، هویج، شیر، پنیر، بادام. B3 به عملکرد بهتر سیستم عصبی، بهبود متابولیسم، محافظت از آنتی اکسیدان ها. منابع ویتامین B3: تخم مرغ، ماهی تر، ماهی قزل‌آلا، بادام زمینی، آووکادو، برنج قهوه‌ای، قارچ، گندم، نخود سبز، چغندر، کرفس، سیب زمینی. B5 یکی از ویتامین‌های کم در شناخته شده است. با تبدیل مواد غذایی به گلوکوز، علیه هورمون‌ها و تولید گلوبول‌های قرمز نقش مهمی در بدن ایفا می‌کنه. منابعش ماهی سالمون، زرده تخم مرغ، شیر، ماست، غلات سبوسدار، عدس، سویا، ذرت، گل کلم، کلم‌پیچ، گوجه فرنگی، پودر آب پنیر، کلم، بروکلی. B6 باعث تولید گلوبول‌های قرمز خون همراه با انتقال دهنده عصبی میشه. بهترین منابعش شیر، پنیر، هویج، اسفناج، نخود، موز، نخود سبز، مواد غذایی سبوسدار، ملاس با شربت سیر. ویتامین B7 محلول در آب است و در تبدیل غذا به سوخت و تنظیم ژن کمک میکنه. برای رشد جنین هم خوبه. بهترین منابعش آجیل، دانه‌ها، لبنیات، سیب زمینی شیرین، ماهی، برگ چغندر، مخمر آبجو، زرده تخم مرغ. ویتامین B9 محلول در آب به همراه ویتامین B12 و ویتامین C به هضم غذا، استفاده بدن از پروتئین و ساخت پروتئین در زمان لازم کمک میکنه. عمل ساخت و نگهداری سلول‌ها را بر عهده داره. در هنگام تقسیم سلول و رشد بسیار مهمه. برای زنان نبارزه و نوزادان ضروریه. بهترین منابعش آووکادو، مارچوبه، سبزیجات برگ مانند اسفناج، کلارد سبز، کاهو و برگ شلغم، سبزیجات خردل، جوانه‌های بروکسل، لوبیا، سویا، جگر گاو، مخمر آبجو، ریشه سبزیجات، ماهی سالمون، شیر، آب پرتقال. ویتامین B12 محلول در آب. این ویتامین بزرگترین و پیچیده‌ترین ساختار در بین ویتامین هاست. در تولید یافته‌های بدن و شرکت در همانندسازی ژن‌های هسته‌ای سلول نقش داره. در تولید سلول‌های قرمز خون نقش داره. بهترین منابعش جگر، گوشت بوقلمون، گوشت مرغ، انواع ماهی‌ها، گوشت قرمز، تخم مرغ، محصولات لبنی همچون شیر، ماست، غلات و حبوبات غنی شده با این ویتامین. بچه‌ها مثل اینجا همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. تا ویدیو بعدی بدرود.